سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش آمدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار با هم یه چیز قشنگ و باحال درست کنیم. پس آخر این ویدیو همراه من باشید. Let's go. خب، وسایلی که نیاز داریم یک دونه LED، هر رنگی که دوست داشتید بهش 2 تا سیم لین کنید به پایه‌هاش. دومین چیزی که نیاز داریم یک دونه کلیدهای از این عادی. سومین چیزی که نیاز داریم باتریه، هر باتری که خواستین. و چهارمین چیز یه دونه چسب تفنگی، خود چسب تفنگی. خب، برای اولین کار کلیدمون رو با LED مون رو میگیریم و یک پایه LED رو به کلیدمون وصل میکنیم. خب، حالا که وصلش کردیم الان فعلا کارمون با کلید تمومه. حالا میگیریم طرف دیگه LED مون رو به طبق مثبت و منفی به باتریمون وصل میکنیم. من وصلش میکنم و میام. خب، حالا اینجا هم که وصلش کردیم یک پایه وسط کلیدمون رو بهش سیم وصل میکنیم و میاریم به طرف دیگه یک باتریمون وصل میکنیم. من وصلش میکنم و میام. خب، حالا که این کار رو وصل کردیم دیگه فعلا کارمون تمامه. میریم سراغ چسب رو میگیریم، بالاش رو یکم با خود دستگاه تفنگی آب میکنیم و LED رو داخلش میذاریم. من میرم انجامش میدم و میام. خب، حالا که انجام دادیم فعلا این شده. من میخوام بگیرم بالا و پایینش رو یکم کارتون وصل کنم که اونجایی که چسب کاری کردیم معلوم نباشه. میرم انجامش میدم و میام. خب، اینم شد دیگه نتیجه نهاییمون و بریم سراغ تستش. من چراغ رو اول روشنش میکنم و بعد چراغ رو خاموش میکنم تا شما ببینید. خب، اینم نور قشنگمون که ساختیم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.